در حالی که بحث دیپلماتی عربستان سعودی و ایران داغ‌تر می شود و کشورهای عالم موقع خود را در برابر این بحران مشخص می کنند، نرخ نفت به پایین‌ترین میزان در 11 سال گذشته رسید. در 3 روز اول سال 2016 هم نرخ نفت 8% کاهش یافته، روز چهارشنبه یک بشکه نفت برنت $35.08 قیمت داشت. شارحان با اشاره به عمیق رفت تنش میان دو کشور مهم صادرکننده نفت از احتمال دور می‌دانند که اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، در مسئله کاهش استخراج و توازن نرخ مواد سوخت به موافقه رسند. وزیر کارهای خارجه ایران محمد جواد ظریف عربستان سعودی را به مخالفت با تشبس‌های ایران در مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم در مقیاس منطقه عیبدار نموده از شاهیگری دارای ذخایر بزرگ نفت تقاضا کرد که روند ایجاد تنش‌ها را قطع کند. اعتقاد داشتیم و اعتقاد داریم کماکان که تنش‌آفرینی و ایجاد تشنج در این منطقه اقدامی از سر قدرت نیست، بلکه اقدامی از روی ضعف است و باید با این اقدامات با بزرگواری و بزرگمنشی برخورد بشه و به همین طریق و به همین منهج اقدام کردیم و متاسفانه این حرکت ما و این تلاش ما توسط همسایگان ما در عربستان سعودی به صورت مناسب پاسخ داده نشد. روابط ریاض و تهران بعد اعدام شیخ شیعه مذهب نیمر النمر به سردی گرویده، روز شنبه اعتراضگران ایرانی به بینای سفارت عربستان سعودی در تهران حمله کردند. رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای دعوت کرد که رژیم عربستان سعودی برکنار کرده شود. در جواب عربستان سعودی روابط دیپلماتی و تجارتیش را با ایران قطع کرد. تأثیر اختلاف ریاض و تهران به برخی از ممالک منطقه هم احساس می شود. چند از شریکان عربی ریاض به نشان همراهی سفیرانشان را از تهران فراخواندند. در عراق و بحرین باشد اعتراضها بر ضد عربستان سعودی برپا شد. وزیر کارهای خارجه عراق ابراهیم الجعفری در نشست خبری پایتخت ایران پیشنهاد کرد که کشورش در حل بحران دیپلماتی ریاض و تهران میانجیگری کند. سازمان ملل متحد، ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی امید دارند که بحث ریاض و تهران بر روند صلح سوریه تأثیر نمیگذارد. این کشورها از هر دو جانب دعوت کردند که فروتنی نشان دهند و مشکلات خود را در سر میز مذاکرات حل کنند.